از بیماری وزنین تا درخواست کمک پولی به سریا قاسمова. سامانه پرستیجی این موضوع را پیگیری کرد. سریا قاسمова یکی از سراینده‌های معروف کشور است. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های نشر شدند که او حالا بیماری وزنین است و در خارج طبابت گرفته ایستاده است. بنابر خبرهای آخر او در یکی از بیمارخانه‌های شهر دهلی هندوستان بستری کرده شده است. میگویند که نام برده از بیماری قلب اذیت دارد. سریا قاسمова همگی چند روز قبل بنابر بد شدن وضع سلامتیش با خودسیر ایر استنا به شهر دهلی هندوستان همراه با شوهر و دو دخترش شبنم سریا و روزیگل سفر کردند. شبنم سریا 24 سپتامبر در صفحه اینستاگرامش از وضع ناگوار سلامتی مادرش خبر داده است. در راستای بیماری سریا قاسمова فرصت طلبان پیدا شدند که با نام او کارت بانکی گشودند و دعوت کمک پولی به این هنرمندی شناخته کشور را دارند. عکس سریا قاسمова در بستر بیماری و کارت بانکی کمک در یک لحظه شبکه‌های اجتماعی را فرا گرفت. تا کجا این کارت واقعیت دارد و سریا قاسمова احتیاج به کمک؟ پیوندان صنعتکار تا حال چیزی نگفتند. احتمال این کارت یک نوع فیک یعنی دروغ برای فرصت طلبان منبع درآمدی مفت. یادآور می‌شویم که سریا قاسمова از آن بانوهایی است که دو گل پرنکهت صنعتی تاجیک شبنم سریا و فرزانه خورشید را نه در مکتب کسبی موسیقی بلکه در فضای هنری خود بزرگ و به یک ستاره هنر تبدیل داده است. قبلا این سراینده شهرت یار با ازدواج غیر انتظار با یک جوان در سرخط خبرهای کشور قرار گرفته بود.